قرآن توهین کو، اسلام توهین کو، آلی زنای فاحشه دیگه هم پیدا شده. در رسانه ها ملاها و اسلام توهین کرده رویسته. عجیب شبکه است. همین تو شبکه که تو امیره نقش میکنی، موقع برش میدی برای گپ زدن. تو مسلمان هستی؟ اگر تو غیرت سر اسلام داری چرا موقع گپ زدن برش میدی؟ شما ببینی خدا باز مجاهد میگیره مو شبکه ها، مجاهد معرفی میکنه، با زنان فاحشه موقع میده که توهین اسلام و توهین علما را بکنه. ما ایران به این ماندیم که شبکه ها آخر چی میکنه؟ چی مفادشان به این ملت رسیده؟ از دروغ، آذان دروغ، پخش کردن تلاوت دروغ، نعوذ بالله، خودنمایی، مردم فریبی، دیگه کاریا نداره. یک برنامه تربیتی و درستی نداره، یک برنامه. ما که میگی لعنتی الله است که در یه وطن آمده، به الله قسم در به در شد ملت. تانگای امی قدر فایده را امی مداخله نظامی امریکا امی قدر فایده را در نظامی خود نکرده که توسط پخش شبکه های شیطانی در وطن ما تخریب کرده، اخلاق مردم فاسد کرده، زندگی را، دخترها را ببینی، زنها را ببینی که امیال فعلا در شهر کابل میگرده. شما را به الله قسم در فرانسه میتور است. خدا مسلمان هم معرفی میکنه. بسیار سخت است. قرآن کریم این داستان آدم علیه السلام به انسان درس میده. آدم علیه السلام برگ درخت میکنه سر عورت خود میمونه. امروز دنیای کافر لوچ کدام عمل قطی سگاز نعوذ بالله ازدواج میکنه، امیرم در تلویزیون و در اینترنت نشر میکنه. این کدام انسانیت است؟ یا باز بر ما پیام میاره دموکراسی گفته. به الله قسم کدام کسی که از دموکراسی دفاع میکنه از ذکر لعین انسان دیگه کس نیست. لعین انسان. کدام زندگی دنیای غرب است؟ نه شرافت انسانی است، نه عزت انسانی است، نه غیرت انسان. هیچ انسانیت دیش وجود نداره. زندگی حیوانی است. حیوان نیست. حیوانا یک نعوذ بالله یک نرشتری مادش بالا میشه لق لق برش سی میکنه. به الله قسم حیوانام غیرت داره، پنهان همی کار انجام میده، لیکن این خبیثا این بیدینا در سطح جهان و نه در اینترنت پخش میکنه. بازم مردم فرفتی اینمی دموکراسی لعنتی و اینمی فرهنگ مبتذل و بی غیرتی غرب است. هر کس که از اون جمعه ولا غربین ترس ولا غربین، چی است؟ غرب چی است؟ نه در اونجا پدر شناخته میشه، نه مادر شناخته میشه، نه دختر شناخته میشه، نه احترام است، نه صمیمیت است، هیچ چیز هم وجود نداره. تو زندگی چی را میگی؟ شکمت پر باشه، نعوذ بالله حیوان واری خوردن بکنی، نوشیدن بکنی، همین زندگی است. قرآن کریم بر ما میگه ببین امروز او مسلمان، او حاجی صاحب، دخترت میبره یک دفعه سرنوشت زنت میبره معلوم که کجا میره. همین زن توسته، تو را به الله قسم بی غیرت نیستی. سرخ و سفیده زده رویست دفتر میره، برش همین قنه میگی که اونجا شوهر خم هستم، همین لباس شوده خانه برای ما بپوش، نه او که در دفتر میری. امروز چی حال است؟ در کدام سرحد رسیده؟ یه عیب دانسته نمیشه، یه عار دانسته نمیشه، یه گناه دانسته نمیشه. افتخار است، افتخار. باز خود مسلمان معرفی. من قرآن دوست دارم، به الله قسم این قرآن توری دوستی نداره. بسیار مردم ها خو میگه که ما قرآن دوست داریم، این قرآن لعنت سری و مردم میگه. یک قرآن مطالعه کن. قرآن خو برای تو درس میگه که آدم علیه السلام لباسش از دست خوردن درخت که خاصیتش بود کشیده شد، لیکن وا بیچاره برگاره سری خود میچسبانه. و توفیقا شروع کردن اردویشان آدم و حوا علیهم السلام یخسفانه که میچسباندن علیه ما بالای جان خود من ورق الجنت، از برگای جنت، از برگای درخت جنت. تا یه اندازه را به قدر امکان تقوا را اختیار کردن. امیره میگه به اندازه استطاعت، دیگه چیزی نبود، لباس نبود، مجبور بودن چه قسم خدا پنهان بکنن. بچه های ما هم قلوج میگرده، یه پتلونکای جفت و چسبه، هم مردی ما پوشیده هم زنی ما. این چه قسم غیرت است؟ این چه قسم اسلام است؟ باز خوش هستن ما اسلام دوست داریم. اسلام هم اینطور است، تمام اعضایت مکمل برجسته میشه. نماز خوانده نمیتونی، تو را به الله قسم. تو غیرت داری برو پیشی و تمثیل غربه بکن، دنبالی از او روان بشو. قرآن بریده می گفته.
بله 4 روز دنیاست تیر میشه، همینطور میگذره. صحنه آزمایش امتحان الله متعال است. باز ده طور عذابای الله گرفتار شوی که الله برات بگه ای آیت نخوندی در قرآن کریم، چی دستور بری تو داشت؟ خوش هستن 4 پر پیدا کرده کلج بگردو مچم چی قسم بکو. زنا یک دانه لباسی که خیلی جالیگک است زنا میپوشه، کل جان معلوم میشه چقدر قیمت داره. کارخانه چین است که سر ما میشنه. دولت هم همین قدر زمان ما کتان خوب داشتیم، کتان گلبار و جنگلک، پیراهنای خیلی خوب سنگین، یک کشی وجود نداره. تاجر صاحبان فقط دیوانه و مجنون پول و پیسه است، بنده پول و پیسه است. همین تاجرای شما بله باز میرن حج میکنن. و ایران ماندیم که چرا حج میکنه مردم؟ اینجا از مردم با قسم میگیره، با غصب میگیره، با دزدی میگیره، با حرام پیدا میکنه، باز میره حج میکنه. حج چی فایده داره؟ تا اول اینجا اصلاح بکو، باز بعد از اون در کعبه برو. الله را تعالی را نشناختی، فرمان الله را نشناختی. باز من خاموره میگم بسیار مردم که فریب داده میگه زنا بکو خب باز ختم بکو خلاص هستی. نعوذ بالله. غصب بکو، مردم از ظلم بکو. میبینیم ما با چشم سر تا دین روز مرکب نداشت که از خانه پدری خود برد، از بازار تا خانه خود ببره. امروز باز چی میگه؟ اینه ختم کردی تو بخشیده میشی. این ختمه مردم فریب دادی هم کار شیطان است. بدعتا مردم در بدر کرد. قرآن کریم بخوان. و ناداهما، الله آواز داد با آدم علیه السلام، ربهما ناداهما. حالی دیگه چقدر منزلت آدم علیه السلام چقدر به الله نزدیک بود. حالی برش میگه تلکما، میگه اسم اشاره بعید است، به یک لحظه معصیت از قرب الله چقدر دور بشی. اگر چی معصیت نیست. آدم علیه السلام خطا شده در اجتهاد خود. من الله من ارشادیست، من عبادی نیست که بالکل الله و یقینا برای عبادت من نکرده باشه. من ارشادیست، مثل که دکتر پریز میده مریض، علی مریض خودش باید خدا پریز کنه. اگر پریز نکنه دکتر هنوز خوش است، 2 بار و 3 بار برش میاد فیسی خدا گرفته میره از پیشش. و ناداهما آواز داد برای اردو، ربهما پروردگارشان، الم انهکما آیا شما را منع نکرده بودم، عن تلکما شجرت از درخت، و قل لکما گفته بودم برایتان، ان الشیطان لکما عدو مبین، یقینا شیطان برای اردویتان دشمنی آشکاراست، حسد قطتان داره، این ناز و نعمت شما را نمیبینه. امروز دنیای کفر امن و امانی که توسط دین میاد، توسط ایمان میاد نمیبینه. حکومت طالب همونطور نیست که خراب میشه. طالبایی که نه اداره داشت، نه جهان بینی داشت، نه حکومت داری و سیاست هم میدانستن، فقط ملاها بودن، لنگیای کلان، نه دفتر، نه دیوان، نه نظم، هیچ چیز هم نداشتن. لیکن برای یک پیاده کردن قانونی اسلام چقدر امن آمده بود. بگوی یک دزد دیده میتونستی؟ کسی به دختر کج سعی کرده میتونست؟ جهان دید که اگر این گسترش پیدا کنه این مفکوره در بین مملکت‌ها، آلی افراد ما کلش مسلمان میشه. چرا مردم راحت میخواه، امن میخواه، نخواست که همینطور باقی بمانه. نمیخواه. شیطان برای ما دشمن آشکار است. این شیطان لکما عدو مبین، شیطان دشمن آشکار است، حسد میکنه، راحتی شما را، عزت شما را قطعا نمیخواه. دنیای کفر عجیب گپ است که قرآن برای ما میگه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قرآن برات میگه قد بدت البغضاء من افواههم، از زبانایشان دشمنیشان آشکارا شده، و ما تخفی صدورهم اکبر. کدام کینه و بغمایی که در قلبی از در مقابل مسلمان است او خیلی بزرگ است. قرآن برات میگه ما تو رشته دوستی را، خویشاوندی را قطش انداختیم. این کدام دین است؟ عقیده به قرآن است، عمل به قرآن است. ختم میکنیم قرآن دوست داریم، ختم میکنیم. به الله قسم این ترتیب دادن الفاظ قرآن کریم، به الله قسم اگر نجات تو را داده بتانه یا سبب نجاتت شوه، ختم است. کلگی دیوانه ختم است. سپارات ماندگی امروز 27 است، بگیره ختم کنه. تو بخوان. این کی گفته؟ این چه قسم عبادت است؟ به الله خودت تسلیم کن.
قرآن بدان که تو بدانی. ظاهر فریبی و ریا فریبی، نعوذ بالله مردم فریب میدی. تو کدام حکم قرآن سری خود عملی کردی؟ امیالی که امی قرآن میخوانی تو را به الله قسم سرش عقیده داری؟ سری دستوراتش، سری احکامش؟ ها؟ در کدام حالت میخوانی امی قرآن کریمه؟ قال ربنا ظلمنا. چقدر من که میگم نکات تربیتی داره، انسان خطا میشه، معصوم نیست. الله در وجود ما مختلف قوتهای را، غرایزی را گذاشته، غریزه ها تقاضا میکنه پوره کنه خدا. انسان غافل است، نمیتونه تفکیک بکنه بس اوقات، از عاقبت گناه و معصیت آگاهی نداره، دوچار مشکل میشه. چی بکنه؟ اولین چیزی که برای انسان ضرور است از تکبر خود، از غرور خود پایین شود. گناه و معصیت از دست شده، سخت میدان عاجزی باید پایین شوی که های تباه کردم خدا. گناه کردن چیست؟ در نظام الله کدام نقصان آورده میتونی؟ روز تا بیگانه نعوذ بالله زنا بکو، سود بکو، دزدی بکو، قسم بکو، دروغ بکو، فریب کاری بکو، در پادشاهی الله کدام نقصان وارد کرده میتونی؟ او انسان بیچاره، تو خودت تباه کردی، تو خودت در بدر کردی. معامله آدم علیه السلام بر ما درسای عظیم است. آدم علیه السلام محض خلاف الاولا کار کرده، گناه برش گفته نمیتونیم، به قصد نکرده، در اجتهاد خطا شده، شیطان برش قسما را خورده، گمان میکرد کسی دروغ نمیگه، لیکن دمی محض کاری خلاف الاولا آدم علیه السلام و حوا علیه السلام آلی دستی فامیده است، تکبر آلی پایین شده، اظهار عاجزی برای الله میکنه، او تو نمیکنی. تو انسان قالا میگه ربنا پروردگاری ما ظلمنا انفسنا، اینه اظهار عاجزی بگه الله ما با گناه خود هیچ نوع نقصانی بری تو نرساندیم، هیچ معصیت و نافرمانی تو نقصان خودی ماست. ربنا ظلمنا، ظلم کردیم، نقصان کردیم، انفسنا در حسی نفس خود، آرام راحت زندگی میکردیم در جنت بدون کدام تکلیف و مشقت، آلی ما خود در بدر کردیم. خب باز تو نمیگه که امر بکنه برای الله. آدم علیه السلام امر نمیکنه که اغفر لنا الله برای ما بخشش کن، نه، با شیوی دیگه بیان میکنه، این اظهار عاجزی و ادب میگه. چی میگه؟ و این لم تغفر لنا، اگر تو بخشش نکنی الله ما را و ترحمنا، سر ما رحمم نکنی، این گناه ما را پرده نندازی، این خلاف الاولا کاری که از ما شده، و بازم در آینده سر ما رحم نکنی که ما را از گناه نجات بدی، ما تواناییش نداریم که خود نجات بدیم، تو سر ما رحم نکنی. این دعا خیلی قابل تأمل است، خصوصا دمی شبها. دمی شبها این دعا را خوب دقیق شو. قالا میگه ربنا، وسیله کی را کرده؟ صفت الله را، او ذاتی که مالک و متصرف ما، مصلح و مدبر ما اصلی. ما دیگه کس نداریم، کسی که ما را اصلاح بسازه نداریم، متصرف در نفس خود کسی را نداریم، تربیت کننده نفس ما را که واقعا تربیت میکنی، از هر چیزی مضر نگاه میکنی، دیگه کسی نداریم. ربنا، ای مالک و متصرف ما. این مردم میگه. بدبختا مبتدعین میخیزه، میگه نه آدم علیه السلام سرگردان ایران میگشت، ناگهان چشمش در دروازه عرش خورد، اونجا نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله. از الله سوال کرد کیست محمد؟ در اولادید یک شخصی هست که اگر پیدا نمیکردم تو را هم پیدا نمیکردم. خب عالی وسیله کرد که یا الله بروی پیغمبر مرا ببخش. او بدبخت این روایات مکذوبه و دروغه، خلاف آیت قرآن کریم چرا بیان میکنی مردم فریب میدی؟ آیات قرآن خودی الله میفرماید. قالا گفتن وقتی که مرتکب کار خلاف الاولا شدن آدم و حوا علیهم السلام، میگه ربنا پروردگاری ما ظلمنا انفسنا، سری نفس خود ما ظلم کردیم، ایسی خود کم کردیم، در بدر ما شدیم. هر مجرم و گناهگار ظالم سری نفس خود است، نفس خود به عذاب الله پیش کرده، نفس خود به این پیش کرده که رحمت الله از این دور شود. هر ظالم، هر گناهگار. و این لم تغفر لنا، اگر تو پرده نندازی بالای ما، امی کار خلاف الاولایی که کردیم این گناه نیست، اما پیغمبر تعبیر به گناه میکنه، پیش پیغمبر نافرمانی الله تو را گفته نه خوب است تو خوردی، چرا؟ الله برات گفته بود. و ترحمنا، اگر سر ما رحم نکنی، یعنی در آینده ما را نجات ندی،
این دعای تضرع و عاجزی است. لنکونن من الخاسرین، خامخا ما میگردیم تاوانی، سخت تاوانی شدیم. چرا؟ نه تنها که فایده مایده خود دنیا نکردیم، بلکه خود هم در عذاب جهنم پیش کردیم. دیگه چی باقی بود؟ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، الله متعال فرمان میده پایین بروی، بعضکم بعضی از شما، لبعض عدو برای بعضی دیگر را دشمن باشه. این را غایه تکوینی میگه. مقصدی که الله خواسته بود که می کار شود. بیای آدم علیه السلام در صحنه دنیا بیا، خلافت نافذ کردن احکام الله برش سپرده شود، لیکن در این میدان سخت امتحان بزرگ قرار میگیره. از یک طرف در وجود خودش نفس خواهشات الله مرکب کرده، از طرف دیگه شیطان سخت، او شیطانی که در رگ رگ و خون انسان تا بالا میده و الله قدر نفوذ برش داده، تو را دیده نمیتونی و تو را دیده میتونه، رق پٹ پٹ وسوسه هم کرده میتونه. اوهو، انسان چقدر احتیاط بکنه وقتی دشمنی قدر قوی باشه. ها؟ دشمن قوی باشه چرا قدر تدابیر میگیری؟ الله اکبر، خدا مسلح میکنی، پای دقیق که کمین نگرفته باشه. حالی ما نه. تشریح میکنم برای ما و شما بازواضح میشه که این داستان آدم علیه السلام چقدر زندگی ما را تربیت میکنه. چی میگه؟ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، پایین بروی، بعضی از شما برای بعضی دیگر را دشمن است. دو مطلب داره. شما و شیطان مبارزه شروع شد دیگه. دنیا محل چیست؟ مقابله است. پیروی الله را میکنی یا پیروی شیطان؟ از آن چیزی که الله منع کرده خوب بدانه که در ضررتان است، ولو که در ظاهر برتان خیلی مزین، جلوه‌دار، فایده‌دار برتان معلوم میشه، اما در حقیقت یک دم تاوان است. شیطان میایه باز شما را فریب میده، امی گناه را طوری برات معرفی میکنه که سبب ترقی و کامیابیت است، لیکن در حالی که تو را بالکل از مرتبه بالا در پایین مندازه، مثل که آدم و حوا علیهم السلام انداخت. این نمونه وجود داره پیش از پیش، تجربه کافی موجود است. عالم که تو بیدار نشوی بازم تابع شیطان شوی. عالم معصیت چه قسم برات جلوه داده؟ برو الله تواره تنگ نظر نیست، الله لک بخش است. نماز نخوان، الله لک بخش است. روزه نگی، الله لک بخش است. زکات ندی، الله لک بخش است. لک بخش و الله هست. تو اقدام کرده باشی، تو یک چیزی عمل کرده باشی. تو از سر در کارخانه حاضر نشده ای او باز میگی مزد ما پوره داده شد. تو را خو یک ساعت در کارخانه آدم ببینم که تو خو یک کار انجام داده ای، تو خو یک ساعت در کارخانه نیستی بازم میگی مزد خودم مکمل طلب داری. کدام سرمایه‌دار است که یک نفر بدون از اینکه در کارخانه رفته باشه مزد داده باشه؟ داده مزد؟ نمیده. ولکم فی الارض مستقر، برای شما در زمین مستقر، جای قرار بود و باش و زندگیتان است. از او خاطر محل زندگی انسان زمین است. کره مهتاب و کره زحل و عطارد و گپا نیست. اگر اونجا بری باید اسباب وسایل زمین قطع خود ببری اونجا زندگی بکنی، در غیر از اون نمیشه. و متان، بله انسان اونجا که رفتی در دنیا اونجا موقع است ببینیم که از این بهاری که الله برات نصیب میکنه استفاده میکنی یا نمیکنی. ام بهاری طبیعت، ام بهاری جوانی خودی، عمری که برای تو داده میشه، امکاناتی که در دسترس تو قرار داده میشه، عقلیت، قوتهای درونیت، بیرونیت، حواست، پیغمبرها و دعوتها و کتاب الله، از جای استفاده میکنی یا نه؟ معلوم میشه. و متاعن، جای فایده گرفتن است، الهین تا یک مدت را دائمی موجه نیست. فقط آلی دیگه در جنت داخل شدن نداخل شدن کلیش در دست خودیت است. پس میخواهی در جنت بیایی، دستورات الله را، فرامین الله را مکمل سری خود تطبیق، قدم به قدم تابع شیطان نشو. خلاص جای متاع است، فایده گرفتن است. کلید جنت در دست خودیت است، کلید دوزخ هم در دست خودیت است. بنده هوا، هوس، خواهش پرستی، شیطان، ابلیس، نعوذ بالله، شیطانای جنی انسی میشی، یعنی که بنده الله و قانون الله میشی. کدامش میشی؟ کسی که بنده قانون الله میشه، بنده الله میشه، مطابق قانون الله زندگی میکنه، او با کتاب الله رابطه پیدا میکنه، مفهوم کتاب الله را فرا میگیره، بعد از او مطابق امو دستورات الله عمل میکنه. کلی جنت در دست خودش است. کی میگه که نیست؟ تا یک تاریخ شما در اونجا میروی،
قرارگاهتان در اونجا. قال الله متعال میگه فیها تحیون، در میست زمین شما زنده میشه، نسلتان یکی از دیگه پیدا شده ادامه پیدا میکنه، و فیها تموتون، در میجا شما میمیره، و منها تخرجون، زمین پس شما زنده کرده میشه، زنده دائمی، حالی سرنوشت آینده، زنده در حالت زندگی دائمی، سرنوشت دست خودتان است. چی کاری ده برای خود امور دیره میکنی، سری کسی هم ملامتی انداخته نمیتاره. چرا؟ به خاطر که مرتب شدن نتیجه جهان دیگه یا زندگی دوم فقط در دست خودتان قرار داره، چیزی که کاری دهی اونمو مرتب میشه. یا بنی آدم قد انزلنا، بله حالی اینجا سوال اگر کسی بکنه که الله چرا شیطان پیدا کرد و این را میتور که تو را میبینه اون پشتی سر بر ما میه، انه یراکم هو و قبیلو، او تو را نمیبینی، این قدر وسوسه میتونه ما را تباه میکنه. نه شیطان تسلط نداره تا که تو دروازه را برش باز نگذاری، پدر شیطان داخل شده نمیتونه.